محمد صلی الله علیه و سلم. ما سوال میکنم پروردگار مایلش این امت برادر محمد باشد. من یک امت دیگر را دیدم که مقصد که اینا با دجال مبارزه میبرند، با رؤوس جهالت مبارزه میبرند. اگر چنده از همه آخر اومدن از همه اول داخل جنت میشوند، لااقل بیاشه خیر امتی من کرد که گفت یا موسی این هم امت محمد از صفت دیگه شما دیدی. و روایت آخرون میگه که پروردگار امتی را دیدم که صدقه‌اش نمیخورن، صدقه میکنه با تجربه شنیشو میخورن، در صورتی که قوم دیگه خیلی حق ندارن بکنن. صدقه را میکنه اگر خداوند قبولش کنه یک آتش پیدا میشه میسوزه. اگر به شرطی که نمیسوزدش معنیش همین که حرام غیر خوردن نمیشود. فاجعلهم امتی و یا موسی که امت محمد صلی الله علیه و سلم. حقیقتا همین چهار صفت حضرت موسی طلب کرد و هر باره هم خدای تعالی گفت که از محمد صلی الله علیه و سلم. شاید همین عیسی فهمیدن. ما گفتیم که حضرت موسی را هست گفتن همون آیتی که خونده کنتم خیر امتی خودش همون چهار مسئله را در بر میگیره، همون چهار حکمت در همون آیت هم هست خودش. نیکی بودن حضرت عیسی. ما هم همون گفته انسان کنکریت نبودیم